بعد از ظهر ششم ایون قهوه‌خانه معروف میروه واقع در مرکز شهر دوشنبه به کمی آتش رفت. آتش‌سوزی از داخل قهوه‌خانه علنگ زده است. 4 ماشین آتش خاموشکنی و 2 ماشین آبکش برای فرو نشاندن سوختار به محل آمدند. سبب‌های آتش‌سوزی تا به حال معلوم نیست. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.